امروز مجبور شدم به سربازی شلیک کنم که وقتی روی زمین افتاد اسم زنش رو صدا می کرد. ماریا، ماریا، و بعد جلوی چشمان من مرد. به گردنش آویزی بود که عکس عروسی خودش و دخترک کم سنی در آن بود. حدس زدم ماریاست. از خودم بدم اومد. من معمولا پای افراد رو نشونه میگیرم، سعی میکنم اونا رو نکشم، فقط زخمی کنم تا دنبال ما نیان. اما وقتی پای این سرباز رو نشونه گرفته بودم، ناگهان خم شد و گلوله به سینش خورد. حالا ماریای کوچکش چقدر باید منتظر اون بمونه، چقدر باید شال و پیراهن گرم ببافه که یه روز مردش از جنگ برگرده. ماریا حتی نمیدونه که مردش زیر بارون برای آخرین بار فقط اسم اون رو صدا زد. جنگ بدترین فکر بشره. از بچگی فکر میکردم مگه آدم ها مجبورن با هم بجنگن، و حالا میبینم بله، گاهی مجبورن، چون اونا که دستور جنگ رو میدن زیر بارون نیستن، میان گلولای نیستند و با فکر چشمان سبز ماریا نمیمیرن. اونها در خانه های گرمشون نشستن، سیگار میکشن و دستور میدن. کاش اسلحه هم را به سمت رئیسانی میگرفتم که در خانه های گرمشان نشستن. بچه هایشان در استخر شنا میکنند و آنها با یک خودنویس گران حکم مرگ هزاران همسر ماریا ها رو امضا میکنند. راحت تر از نوشتن یک سلام.